وقت بخیر. امروز می‌خوایم طریقه صحیح آرشه گرفتن رو با هم دیگه تمرین کنیم. آرشه یه سری اجزا داره که اسمشون رو به ترتیب میگم: پیچ تنظیم یا پیچ ته آرشه، چشمی یا صدفی، فلز، چرمی، نقره پیچ. پیچ تنظیم برای زمانی که من میخوام از آرشم استفاده کنم اونو سفتش میکنم. وقتی هم کارم تموم شد به این صورت شلش میکنم که موی آرشه میچسبه به چوب آرشه. خب حالا که میخوایم ازش استفاده کنیم اونو سفتش میکنیم در حدی که 1-2 سانت از چوب آرشه موی آرشه فاصله بگیره. خب برای گرفتنش ابتدا دست چپمون رو به این صورت میکشیم، آرشه رو در حالی که موی آرشه به سمت پایین هستش و ته آرشه سمت راست، 2 انگشت وسطی ما پشت چشمی یا صدفی قرار میگیره به این صورت. بعد دستمون رو زاویه دار میکنیم به سمت بیرون. بعد از زاویه دار کردن به سمت بیرون انگشت اشاره ما نیمی از نقره پیچ و چرمی رو میگیره و انگشت کوچیکی ما به صورتی که فشار وارد نمیکنه به آرشه انتهای پیچ آرشه رو لمس میکنه. انگشت شست ما باید به فلز فشار وارد کنه. در واقع انگشت شست ما نباید بره کف دستمون. این کار باعث میشه که ساعد ما در حالت گرفتگی قرار بگیره به این صورت. خب معمولا سر آرشه رو بالا میگیریم چون سنگینی سر آرشه باعث میشه که انگشت کوچیکی ما تحت فشار باشه. دستمون رو به این صورت میگیریم و سعی میکنیم که یکی یکی به انگشتامون تسلط پیدا کنیم تا در واقع